علی مرحمت فقط کوشش کنین که کوتاه‌ترش بگیرین. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر ابوذر و این برادرایی که در اینجا قرار دارین. آواز ما هست برادر جان؟ بله برادر مرحمت. خب تشکر برادر با صحبت و با این برنامه‌تون وقتتون صرف میکنین مقصد. خب درباره سفرهای رحمانوف میخوام یکم تا سخن کنم. وقتی که رحمانوف به روسیه سفر میکنه مهاجرا خرسند میشوه با جایی که توجهی که زیق شوند که رحمانوف به روسیه سفر میکنه چیکار میکنه؟ پوتین با دست میتونه میگه که هم مهاجر را 3-4 سال دیگه بخواه. ای برادرای مهاجر، شما 30 ساله که مهاجرین خونه‌تون بر بگردین. ما برادرای را میدونم که ای دوره کرونا ویروس در مهاجرت قرار دارن خونه‌شون نرفتن. قطعی صحبت میکنم میگم چرا نمیره؟ میگه خونه کدیستم. ای برادرای مهاجر، خونه تا آب شوش برد قطعی زن فرزند تو خونه سوسکاگیتا. از الله بترسین اخی. بس کنین هم کوی دیتاجه را پرتوین بخیزین برین اخی خونه و درتون. همین مهاجر در روسیه تو چی داری؟ هیچ نداری. از سونکه داری تمام بگیرش بزن بره تاجیکستان نمیم گشنگیده. کدام مهاجری که جای کار نداره در تاجیکستان در ما تماس بگیره بخدا قسم من کارش میتم. من سویتایش میتم بخدا قسم ماش ده 5000 سومانی کار میکنه در داخل تاجیکستان در خونه خودش. نه که در اگان کارخونه. همین اول با شما در کره با 4 چاپلوس دیگه میبره میگه شما فوتبال نرین شما مگزین نرین. در خونه میآید پلپچون میکنه دندان تنبش کنه بنی تنبش کنه روید میکنه. کاش همین مهاجرای ما در روسیه قدر قیمت داشته باشه. کاش رحمانوف سفرش یک کمتر وزن داشته باشه. الله خارت کنه امام علی رحمانی الکش مایزده التر اومدی چیکار کردی؟ اول مهاجر خوب شید بشید. بس ای اخی برادرای مهاجر بس ای مهاجرات از الله بترسین. فرزنداتون کلان شده در نزد خیتون کلان شوه برین به تاجیکستان. شما در اسمو زندگی نکسین در تاجیکستان. شما زمین دارین اخی. شما برین کشت کار کنین گاو و مال کنین مرغ کنین زندگی خیتون پیش برین مثل پیشینه واری. کدام شما در روسیه یک کاری بلند دارید؟ کدام شما گنرال وزیر پالکونیک چیه؟ شما جاروبروی را میگیرین میروی کانال میکنین برین همون در تاجیکستان همین کرو را بکنین چیکار میکنه؟ در خونه اختون تاجیکستان در میرین کار نمیکنین میین در روسیه بیل کدمن میزنین. زمیناتون آب شوشته بوده سه برین بگیرین زمیناتون. زمین های آبیتون گرفته خیتویا را دوله سه رحمانوفی بدبخت. یک مهاجر در روسیه گناه میکنه یک کار میکنه یک اشیب کاری میکنه تمام مهاجرات تمام دیگه که میگوی تمام بالا بالای سرمون اومد میگه. چرا اینقدر کلازردا در داخل تاجیکستان این پرابلم میکنه که گناه میکنه در روسیه که گناه میکنه تاجیکا را میزنن میکوبن هیچ گپ نداره کو. این روی جوان ها یاش شیوخی همین مکتب بود میکنه نمیکنه میگریزه میروه. این بچه هیچی نباشه نه مکتب بود کده شاید بود نکه باشه بود ترگین صحیح. بله از اولا و میگریزه 17 ساله میگریزه میروه در روسیه 1 سال 6 ماه 1 سال 6 ماه میسته 18 سالشی تمام کار نمیبروید دیگه نمیروه تاجیکستان. تاجیکستان مردش اگر نبرن تمام یا دیگه با برادر ابوذر دیگه یا با چی نمیرسن پنسیا. 10 سال مهاجرتی میکنی کسل میشه. ای برادرای مهاجر 99% تون والله قسم کسلین اما 1% کسلی نیستن نو رفتگین. 99% تون کسلین کسل اختون میدونین چی کسلین. ما جه شهر نیسته که ایال او نمبر کنم شما چی کسلین. ما ای بین شما برامدگی من میدونم خودم اخی ما در درون شما بدم اخی. بر بگردین برین تاجیکستان برین نمازاتون بخونین
ما در یک زواد کار میکردیم 70 نفر دیم ای 70 نفر 5 نفر نماز میخونن میگو 65 نفر دیگه تمام جنتی ای توشش نمیتم خزن نماز شب بخونن آبی گرم آبی خنک 3 وقت خود جای خوب بده اخی اینم خیلی تنبل شدگیم به خدا قسم موجی رو مالی مردم و زنامونانی مهاجر شده استن یه مهاجر رو زناتون آب شوشته برد خونه که ساز کن آب بردش الله خور کنه ممالی رحمونه اینمی هیچ چیگه پیخدش ما مسلمانیم یا کافیریم چیه که در داری بالنسه دختور میاید سطری مادری مرا میکشه میگیره ای دختورو ای زنهای دختورو 99% در بالنسه ای بانشوا کنیلی چی کار میکنین بخشش ده ناموس داره شما چی کار دارین با سطر آیا شما آدم توبت میکنین یا سطراشو نمیگیرین ای برادر قربان علی اگر این مردم همین خیل در دولت های دیگر بگردن با چیکار بکنن زن خواهر و دختر و مادرشون بله برادرت در مهاجرت قرار داری زن فرزندت در تاجیکستان رحمان فی بدبخت قربانی کرده استای این همی این سطر ما قبول ندارم من فرنجی نه قبول دارم ولی ما بیای فرنجی طلب کنیم بعد یا چی کمک کنن این همی جای مرده که یه اقصگی دیگه استودگی میگه که ما 75 ساله‌ایم ما ترا میگه کامرات میکنم میپرتم 3,500 سومونی اشتراف میکنم برای چی 3,500 سومونی اشتراف میکنم $300 میشوه تو یا پخسگو تو چی کاره یاخی تو پدنالت بره همون خونه دا اوچت زنت کیلن سطر نداره داره برای چی مادرت صورت میگیری تو بزی این مادر آلی فرنجی بدازه بچکو میکنی با خدا قسم شهروندای تاجیکانه یا شهروندای تاجیکستان در نالت یالا گرفتارن همشون از آن جمله یک مایم همه ما در نالت یالا گرفتاریم ای دستی امام علی پا در نالت مهاجرا همه تون در نالت یالا گرفتاریم فرزنداتون پدر مادراتون در داخل تاجیکستان بر بگردین تاجیکستان برین وطن اختان آخی تو خوش داره که در یک کلزر یا نامرد یا چومو یا بدبخت یا دیوس تو رمه خپا دو کدمه زنه تو خوش داری امیره در اینترنت ها فر میگرده تا همی کار خوش داری لوبای مهاجر در تاجیکستان شرایط زورای بسه که برای همی $100 آخی برا با خدا قسم در ما تماس ببرازی در ما تماس ببرو من لوبایت در جای کار پیدا میکنم در داخل خونت کارخونه میکنم اعتماد یک عروسی که گپش با زنش نمیگذره یک دیوسای میایت را راست میکنه دسته او درد میزنه بنی تمیش کنه قبرغا تمیش کنه سبحان الله ترا خیلی تابتای نمی درختا سر میکنه اویا همی تو در خشتای با احمد امام علی الکشی التری مایزدن نشید ای مردم تاجیکستان با احمد امام علی الکشی التری مایزدن نشید این بنده 30 ساله که گناه کرده سای مورد در نالت یالا گرفتار کرده گیه این میخواه فرزندی خودش در جای خودش ببانه و در آینده هیچ کهی رای چی نگنده که خیلی نمیشوه چراغ ظلم ظالی میگه تو دمی مشهد نمیسوزه این مهاجرا ربی نوخی سبحان الله یا باید بخونن ما مکتب بود نمیکنیم از تاجیکستان میگریزیم برای چی؟ برای در نالت یالا گرفتاریم الله خورد که نه رحمان واقعی تمام دانشگاه را باید به پول کنی آخی میلت باید بخونه این تاریخی ما از نه چی دروغ بدسته ما این قدر تاریخی بزرگ داریم باید تمام دانشگاه تمام این مکتب همه چی صدیق همه چی در تاجیکستان باید به پول باشه آخی باید ما باور کنیم با تاریخ منوخی فیردوسی سینا همه یا آخی یا دروغ خیلی ای بای با خدا قسم ای بای که 4 توپای میروه دانی داری بالنسه دا مثل سطر میکشه و تو دیگه کار نداری آخی
با خدا قسم مردم تاجیکستان روزش میشوه امام علی رحمان نماز من میکنم. میره تجربه میره میدونم میره میفهمم. یا وقت سطر من کدک سوال داد همین ای سر قدرت اومدگیش با هم بیت کسی با اسلام اساس آمد اشکار کسته گولکاتون ای مسجد من کدک اوزی در تاجیکستان در کجا اسلامی میره میخونی عربی در کجا در یگان جا نمیخونی روزش میشوه مسجد من میکنن نمیرن دیگه. اوزی زنها در تاجیکستان مسجد میره نمیره چرا نمیره رحمانوف اجازت نمیده. کیه رحمانوف؟ امروز و فردا میبره میره ای بدبخت. دایی ظلم شما انی خوش ناخی تو قیب رحمانوف گناهگار نیستیدن از یالو شما گوش نکنید رحمانوف بس یک این بدبختی سفرهای رحمانوف بر روسیه یگان فایده به مهاجر به دولت تاجیکستان نمیاره به جوش زلال. میره نماز جمعه هم بخونی در روسیه ای مسجد میبره طرف ملسه میقپه میگیره میبره اویا تو همی کاره بعد خودت خش میویا با خودت پرتو همو کویکه دیتاجه تا پرتو همی آخیر دا برادر ابوذر هم کویکه دیتاجه در بد ایمه زدگی بود با خدا قسم میدرم هم دراز میکشتم گریه میومد من کاش میگفتم من کی کویکه را میپرتم. ما وقتی ما خودم سوال میتونم با 2 منت پس جواب خودم نمیویا که میگم قربان علی وقتی سوال میتونم کی همی کویکه را من میپرتم در بد ایمه زده کانتر پس همی جواب در خودم میویا میگه ای بیخت ای میگم من واقعا مثل فکر میگم ای بیختم به دسته بگید سونکا دا ببرو یا صبر اوخی در تاجیکستان تو مشکلی داری ببرو ای روسیا تو وقتی در تاجیکستان مشکلی نداری بره خونه و درت بره میای روسیا 1 سال 2 سال کار میکنی میره ماشین میگیری او بگی که تو گرنی نگی ماشین بره خونه و درت اساس که گاو و مال بکه یا تجارت با پیش ببر اون ماشین نمیگیره زباد میگیری شوخی. آخر سخنی ما همیای برادر ابوذر و دیگه برادرها که مرگ به امام علی رحمان الکش میزده التر. تمام. سلام علیکم و رحمت الله برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر زیاد برادر عزیز. زنده باشید.